این کل سواد منظومه شما. اما اینو میدانم که اگر همین الان شما گوگل کنید این سیارات منظومه شمسی، یک محدوده از فضاست که بهش میگه منظومه شمسی. سیاره‌هاش هم مشخصن دیگه. شاهرمه تاری جز سیارات منظومه شمسی حساب نمیشه. باز شکر میردم تکرار کنم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ اوکی. الان ساعت 12 رو کمه. من که 9 بود من بیدار شدم و صبحونه اینا خوردم. 9:30 شروع کردم به درس خوندن تا همین 11:30 و عملا الان شهیدم چون ریاضی خوندم. چرا آخه؟ اوکی. 2 روز، امروز دوشنبه است، شنبه، چهارشنبه، آره دیگه 5 شنبه من امتحان ریاضی دارم و باید بشینم مثل سگ درس بخونم. الان میخوام تا بعد نهار استراحت کنم، یه ذره مغزم آزاد شه، بعد از اونم بشینم تا شب مثل سگ درس بخونم و بزنم. و اینکه الان میخوام پلن امروزم بنویسم، چون اینکه صبح بیدار شدم، صبحونه خوردم، بعدش اومدم تو اتاق و نشستم ریاضی فقط خوندم. بعد که پلنم اول این بود که کل امروز ریاضی بخونم، ولی پشیمون شدم. گفتم که اوکی بذار حالا 2 تا دیگه کتابم بخونم، حالا همینطوری روزنامه وار که تایم خودشون واسه من تعیین نشه. خیلی هوا گرمه. اوکی. و اینکه الان یکم روی تختم میخوام مرتب کنم. توی دوربین فکر نکنم مشخص بشه، ولی روی تختم نابوده. اونجا اول میخوام مرتب کنم، بعدش برم پلن امروزم بنویسم، بعد از اونم موامو شونه کنم، بعد از اونم همین دیگه. یه روتین پوسته کوچولو هم داشته باشیم. دیگه بزنید بریم.
20 دقیقه است و اینکه من 4 بیدار شدم، بعدش 4 و نیم شروع کردم به درس خوندن تا 6 و 10 دقیقه. الان میخوام شام درست کنم. شام هم پاستا داریم و من عاشق پاستام و اینکه آره دیگه بریم پاستا رو درست کنیم که نیم ساعت دیگه فیلم شروع میشه و اینطوری باشه که بتونم پای فیلمم بخورمش دیگه. بزنید. من عملا شهید شدم دیگه، واقعا دارم نمیتونم. چرا آخه؟ چرا باید سگ بشینی درس بخونی؟ چرا از صبح که بیدار شدم درس خوندم، نهار خوردم، یه کوچولو خوابیدم، تازه بعد نهارم یه کوچولو درس خوندم، بعدش یه کوچولو خوابیدم، بعدش بیدار شدم، بازم درس خوندم، بازم درس خوندم و اینکه شام درست کردم. بعد اینکه شام خوردم بازم درس خوندم، و بازم درس خوندم و این درس خوندن ادامه داره. یعنی که اگه تمومش نکنم، یعنی اگه نخوام ادامه بدم تا فردا صبح هم ادامه داره و تا 1 ماه آینده هم ادامه داره. ناموسن شما کنکوریا چجوری میتونین؟ منی که هنوز اول راهم دارم دیگه نمیتونم واقعا ادامه بدم دیگه، اصلا نه. من از هر جهت نگاه میکنم تا اگه تحصیل کنم نفع منه،
الان ساعت 11:55 است. 10:55 دقیقه. 10 یا 11؟ 10:55 دقیقه معذرت میخوام. 10:55 دقیقه است. یا همون 11. الان ما میگیم 11 است. و من از صبح 9:30 بیدار شدم. 9 تا الان دارم سگ درس میخونم. و تهش میترسم نمره خوبی نیارم. اصلا فاک. دیگه واقعا مغزم نمیکشه. واقعا اصلا مغزم داره رد میده دیگه. اینطوریه که بسته دیگه. کمتر بخون. اوکی. ریاضی خوندم. عربی درس اولو خوندم. ولی لغاتش رو فقط خوندم. مغزم کشش عربی رو نداره. املا مامانم ازم املا گرفت. شاید بگیم بچه‌م. نه ولی تا مامانم ازم املا نگیره خیالم راحت نمیشه که آره من بلدم. من اینکه زبان خوندم، ریاضی گفتم، ریاضی کلی مثل سگ درس خوندم. اگه الان مشقای زبانمو بیارم چیز میزینه تموم کردم پشماتون میریزه. اوکی الان اتاقم به طرز فجیعی وحشتناک به هم ریخته است و این قسمتی که داریم اوکی داشتم حرف زدم مامانم درس زد. کجا بودم؟ نمیدونم. اوکی الان گفتم فقط اینجایی که دارین از من میبینین مرتبه و بقیه اتاقم افتضاحه و قراره که با هم دیگه جمعش کنیم. آره. و اینکه با دارو بخورم چون حس میکنم آبریزشم گرفتم. قرص آبریزشم بخورم. دارو باید بخورم، اتاقو تمیز بکنم، روتین پوستی انجام بدم. اینکه آره ولی اول برنامه‌ریزی رو گفتم، برنامه‌ریزی هم باید بکنم. ولی اول برنامه فردا میچینم و بعدش میگم کار دیگه انجام میدم. اول برنامه رو میچینم. نه اول قرص میخورم. آره اول داروامو میخورم بعد برنامه رو میچینم بعد از اونم برنامه میچینم بعدش اصلا ارور داد. اوکی بعد از اونم میام اتاق مرتب میکنم بعدش هم روتین پوستی انجام میدم. یه ویدیو دیدم واسه روتین پوستی این داستان حالا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. نه امتحان حوصله‌شو ندارم. اینطوری بود که ساعتو میذاری توی کلی آب و یخ و این داستانا و میگفتن که آره پوستت روشن میشه. پوستم اندازه کافی روشن نمیخواد. اوکی و همین دیگه. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call